من یه انگشتری که خود شهید به مناسبت روز مادر خیلی برام با ارزشه شما هدیه میدم. ای جانم زنده باشین الهی. انشاءالله که عاقبت بخیر بشه. قرآنم انشاءالله که با من هست. ما در این قرآن هم قرآن محسن جانه؟ بله اینو به خود من دادن که من از توش بخونم. من حالا این قرآنو خیلی هم برام با ارزش بود. حالا نو هم نیست بگم ولی هدیه با ارزشیه برام، به ایشون هدیه میدم. الهی قربونت برم. یه تشویقش کن. خاطره هم ندارم چون ماه رمضان است. من یه خاطره از آقا محسن میگم که آقا محسن اذن شهادتشو تو مشهد از امام رضا و از من گرفت که همیشه میگم ماما من اذن شهادتمو تو مشهد از امام رضا و به دوستاش گفته بود. انشاءالله که همتون عاقبت بخیر بشین و مسیر شهدا رو ادامه. آشونم از اون دعایی که واسه آقا محسن کردی تو مشهد میخوام از اون دعا واسه حق من و بچه‌ام هم بکنی ها. ازم میخواست که عاقبت بخیر بشه، پیش حضرت زینب روسفید بشه که به آرزوشم رسید. ابوسری اگه اجازه بدی من به نیابت از جمعی شهدا، به نیابت از شهید حجتی میخوام پای مادرش ببرم. نه ای خدا. تو کتاب خوندم اسم یکی از آبجیاش مثل این که مریمه. از اون روز به بعد بهش میگم داداش محسن. خیلی هر حاجتی ازش بخوام مثل خواهرون گردنمو کج میکنم میگم داداش محسن هممو داشته باشی یا به مشکل خوردم. به خدا حاجتمو دادم. یه چیزی هم من عرض کنم. امروز دقیقا همون روزیه که من چادر سر کردم. چند سال پیش؟ سال 96. هدیه حضرت زهراست انشاءالله که رو سرت پای کنه. انشاءالله.